عرض سلام و خسته نباشید خدمت همگی دوستان. 8 بازی پیشنهادی رو امروز آماده کردم که نظر و تحلیل خودم رو روی هر کدوم ارائه میدم. بازی اول بازی رونه، به نظر من برنده این بازی رونه هست. بازی دوم بازی هومبرت و استراف، برخلاف ضرایب که میگن احتمال برد استراف بیشتر هست، نظر من به برد هومبرت هست. کاملا آماده است این روزها، همونطور که استراف هم آماده است، اما خب انگیزه هومبرت برای این مسابقه به نظرم بیشتره. بازی بعدی تنیس زنان، به نظر من برنده بازی بجلک اهل جمهوری چک هست. بازی بعدی بازی روبلف و فوکینا که به نظر من روبلف برنده این بازی هست، اما خب میتونه بازی سختی واسش باشه، اما برنده بازی به نظر من روبلف هست. بازی بعدی باز هم تنیس زنان، به نظر من برنده بازی میهمان هست، یعنی کازتکینا. بازی بعدی بازی هورکاکس و آلتمایر که این بازی به نظر من هندیکپ مثبت 1.5 ست آلتمایر گزینه مناسبی هست، ضریبش هم باید 1.9 اینا باشه. بازی بعدی بازی باعز آرژانتینی و فریتز آمریکایی که به نظر من باعز برنده این بازی هست. و در نهایت بازی آخر بازی کروندولوی آرژانتینی و پاول آمریکایی که این بازی رو هم من به نفع بازیکن آرژانتینی یعنی کروندولو میبینم. این 8 بازی پیشنهادی رو من میذارم، اما خب مثل همیشه میگم که با تحلیل و پیشنهاد و نظر خودتون روی این فرم ها شرط ببندید. میتونید اینا رو با هم دیگه میکس بکنید، که اگر بخوام به عنوان مثال من میکسی به شما بگم که شانس خوبی داشته باشه، من یک میکس مثلا هومبرت و باعز رو من پیشنهاد میدم. میکس بعدی کروندولو و رونه رو پیشنهاد میدم. میکس بعدی کازتکینا و بجلک رو پیشنهاد میدم و در نهایت میکس آخر هم روبلف میتونه باشه و هندیکپ مثبت 1.5 آلتمایر. به این شکل میتونید میکس بکنید یا سینگل ببندید. کاملا با سبک و استراتژی و نظر خودتون میتونید روی این بازی ها شرط بندی کنید.